پروژه توکن فیم از بازی رامبل کوینگ لیگ، بازی ایردراپی و پلی تو ارن معتبر و پرپتانسیل و در حال رشد بسیار سریع، میتونیم ما از این بازی توکن یا همون ایردراپی که میخوام توکن فیم رو بهمون بده واسه ما ایرانی مخصوصا بسیار عالی و خوبی باشه. بهتون پیشنهاد میکنم حتما این ویدیو رو تا آخر ببینید، آموزش کاملش هست و خیلی ساده است بچه ها، خیلی ساده است. کانال های دیگه هم اومدن توضیح دادن، اونم میتونید نگاه کنید. لینک بازی و همه چیز مورد تو دیسکریپشن گذاشتم. بریم واسه ادامه توضیحات این بازی و پروژه بسیار قوی و بازی بسیار جذاب. بریم که ببینیم. سابسکرایب و لایک کامنت هم یادتون نره. قربون شکلتون. Let's go. سلام دوستان گل، مخلصم. اینجا کانال کپتن رایمونه. در مورد بازی ها، پروژه ها و هر چیزی که مربوط به کسب درآمد دلاری در حوزه بلاکچین و در مورد تکنولوژی، لپتاپ ها، گوشی ها و هر چیزی که تو حوزه کلا تکنولوژی و بلاکچین و بازار مالی و اینجور چیزا بتونیم کسب درآمدی داشته باشیم، به دردمون بخوره. پلیلیست های جدایی خواهم گذاشت و ویدیوهای در این زمینه حالا درست میکنم. امیدوارم که لذت ببرید. بعد گذشت تقریبا یک ماه من عذرخواهی میکنم، مقدار طولانی شد به خاطر اینکه حال مناسبی نداشتم. تو شرایط بسیار 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 سختی قرار دارم و قرار داریم، همه میدونیم، یعنی هم خیلی اینجوری هستیم. ولی حالا جدا از این، هم خانوادگی هم شخصی، مثلا فجیحاً من تا تقریبا 20 روز دیگه اولین سالگرد فوت پدرم هستش و خیلی روزای بسیار 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 سختی میگذرونیم. ولی امیدوارم که حال دل همتون بهتر باشه، یعنی بهتر بشه، خوب باشه. بگذاریم از این، بریم سراغ بازی رامبل کوینگ لیگ. بازی که در بازی پلی تو ارن که در ژانر ورزشی، اونم بسکتبال، بازی 3 نفره بسکتبال هستش. خدمت شما عرض کنم که نحوه ثبت نام اول تو لینکی که من واسهتون قرار میدم، توی لینکی که واسهتون حالا قرار میدم چیز هستش بچه‌ها، کد رفرال اینا بزنید، وارد شید، امتیاز اولیه بهتون میده. اگه دوست داشتید با لینک من وارد بشید، که لینک خود همین سایت بازیه که اونجا اکانتتون رو ساین اپ می‌کنید، ثبت نام می‌کنید، چون فقط کافیه ایمیل وارد کنید و کد میاد براتون، کد رو وارد کنید و بعد دیگه اوکی میشه. میایید بازی رو دانلود می‌کنید توی گوگل پلی واسه اندرویدیا، تو اپ استور واسه آی او اس و اپلیا، و بازی که واسه گوشی هستش و با شبیه سازم که توی سیستم و لپتاپ و اینا میشه استفاده کرد و نسبتا گرافیک جالب و سبک جالبی داره. خیلی بازی جالبیه و تقریبا 5 میلیون دلار من نگاه کردم تو سایت کریپتو رنگ، حالا تا الان نگاه کردم 5 میلیون دلار، ولی خیلی بیشتر از اینا حالا جا داره و بازی نسبتا چرس کنم با پروژه و بازی پرپتانسیل و اصلا رد این از اون بازیاست که نه طولش میده، آف سیزنش میشه. سیزن اولش که تموم شد من شرکت کردم تا لول 6 نگاه کنید سمت چپ اینجا، تا لول 6 من اومدم. بچه‌ها بعد اینکه ثبت نام کردید وارد شدید روی این قسمت لولی که من هستم، خب شما شاید یه سری چیزا این سمت راست مثلا پلیو بزنید، واسه شما فقط سمت چپ اینجا فقط کژوال داشته باشید، این لیگا واسهتون بسته باشه و شما اول بعد یه 2-3 تا بازی هم کژوال انجام بدید که اون لیگای دیگه واسهتون باز بشه. خب من دستم خورد که نشونتون رفتم داخل بازی، حالا کار نداره. اون کژوال سمت چپ که کژوال به صورت قرمز پررنگه و یه قسمت اکسپلور آدولت نمیدونم یه همچین چیزی تلفظی داره. ولی ما بیشتر بچه‌ها کژوال که اول بازی می‌کنید سمت چپ، دندوناش هم تیزه، خیلی قشنگه داره نشون میده خودشو. از شروع می‌کنید یه 2-3 تا بازی انجام بدید، قسمت لیگ این بازی باز میشه. سمت راست صورتی رنگ هست از لیگز، اینو شما وقتی بزنید بابت هر بازی که می‌خواید تو این لیگ انجام بدید یه دونه تیکت ازتون میگیره بالا. این تیکت اینجا که من دارم اشاره می‌کنم توپی شکل می‌بینید بچه‌ها، من اشاره می‌کنم یه چیز توپی میاد. من با گوشی دارم انجام میدم، شکل موس نیست. موس من با سیستم انجام میدم، دارم با گوشیم ضبط می‌کنم. 37 تا من خب خیلی بازی کردم، ولی خب الان 37 تا تیکت دارم. شما این قسمت هم که اینجا می‌بینید بچه‌ها، اینجا الان مثلا زده که 5 تا بازی در روز بعد انجام بدید. الان این بردایی که من داشتم 3 تاشو انجام دادم و رنکم همون ببین زده 121 آر پی، 122 تا آر پی، 132 تا آر پی. نسبت امتیازایی که میگیرم تو هر بازی با اختلاف بیشتر میبرم. آر پی و همون پوینتی که حالا بهم میده واسه لول اپ کردن توی لیدر بود و لیگام 3 تا لیگ داره و پوینت هم ببین رنک پوینت هم الان 1294. هر الان زده 65 ساعت دیگه
این لیگ 2 تموم میشه و به لیگ بالاتر باید برم. اینجام زده که 400 تا، قبلا حالا 200 تا فیم میداد، میگفت که اگه مثلا الان تو این لیگی کسی من ببین بالا، اینجا زده لیگ 2 آندرداگز لیگ 2، من لیگ معمولی و لیگ 1 اینا رو ارتقا دادم، 3-4 تا بازی کردم، 5 که بازی کردم ارتقا پیدا می‌کنیم و میایم بالا. اینجام زده 10 تا برد داشتم، باخت نداشتم، مساوی نداشتم، پوزیشنم هم 54. اون 54 پوزیشن حالا موقعیت 54 منظورش حالا نمیدونم چی، ولی 10 تا بازی کردم تو این سیزن 2 که شروع شد. سیزن 1 بازی کردم تا لول 6 ارتقا داشتم و با کژوال بازی کردم، تو لیگ بازی کردم، پول به دست آوردم. این بالا سمت راست پول سبز رنگ توکن داخل بازی که با علامت آر و حرف آر و یه صفحه سبز رنگی هست که توکن داخل بازی. سمت چپش که این طلایی رنگ هست و 400 تا ازش دارم. اون سبز بچا 9000 خورده، خیلی بیشتر از این داشتم، ولی خب داخل بازی هزینه کردم، ارتقا دادم، فلان کردم این اونور و الان باز همینش هم الان زیاده و خیلی راحت میتونید به دست بیارید. بعد این فیم همین توکن خود بازی و پروژه‌ای که هدفش هم همین فیمه که لیست کنه و ان شاءالله بعد از 20 الان تاریخی دارم میگیرم، این سیزن دومش، سیزن اول 30 روز بود، سیزن دومش هم 30 روزه. قرار بود حالا سیزن چیز لیست بشه تو تاریخش، یعنی گفت سرشونه که تا 31 ژانویه انجام بشه، ولی خب ژانویه رو رد کردیم. الان احتمالاً خیلی زیاد بعد این ولی بهتون توکن رو میده. الان این طلایی فیم هست که 400 تا ازش دارم تا همین 2 روزی که بازی کردم، 4 روز شروع شده سیزن دومش، ولی من 2 روزه و خوبیش اینه که شما الان 4-5 روز گذشته تو این لحظه که من ویدیو میگیرم 26 روز دیگه از این سیزنش مونده، سیزن دومش، و من روز سومش بود وارد شدم. روز اول دومم هم اون جوایزش که لاگین میکنی دیلی چکش هستش، یعنی روزانه که میاد یه چی بهت میده، اونا رو هم بهتون میده. یعنی شما روز 20 هم بیای، از روز اول تا 20 بهتون کلا اون جواب رو الان بهتون نشون میدم. بعد حالا الان اینجا زدی که این وسط زده لیگ ریواردز 400 فیم و 1000 آرسی. این 1000 آرسی همین توکن داخل بازی آرسی که من الان 9000 تا ازش دارم. یعنی مثلا یه جا اگه الان لول اپ کنی و از این لیگ بری بالا، ببین اینجا اون وسط 5 تا که زدم زده امروز این بازی 19 ساعت دیگه، هر 24 ساعت وقت داری که 5 تا بازی انجام بدی و لول اپ کنی که گفتم بهتون اینا رو من بردم 17 16 20 18 24 12 من اینا رو بردم. اون سمت چپ رایمون 1991 منم و خدمت شما عرض کنم که اینم لول اپ کنم 400 تا فیم میده، 400 تا میتونم 800 تا و خدمت شما عرض کنم که بابت هر یه بازی داخل لیگ بمونم تو لیگ اول لیگ نوبزه، بعد میایم بالاتر اسم حالا دیگه کنم آندرداگز، اونم لیگ اولیش، ولی لیگ اولی شماره یکش الان زده لیگ 2 ولی اونجا لیگ 1 نزده، مثلا اولین لیگش نوب، اونو انجام میدی لول اپ می‌کنی بعد میشه لیگ 1، بعد میای بالا میشه لیگ 2 که الان من قرار دادم لیگ بالاتر هم دیگه لیگ 3 که بالاترین لیگ و دیگه سخت‌ترین بازیکن‌ها قوی‌ترین بازیکن‌ها اونجا، ولی یه خیلی ساده داره تو بازی الان بهتون نشون میدم و میگم. اینم که حالا مثلا لیدربورد زده رنک من چقدر و چه جوری و اینا. الان رنک من الان تو این لیگ 54، یعنی تو کل چیزایی که هستش 54 و تیم پاورم 450. من هر چی ارتقا بدم وین کردن و برنده شدن من 10 تا مسابقه دادم 10 تا بردم، باختی نداشتم. همونجوری که میبینید الان ببین مثلا قدرت تیم یه نفر است الان مثلا 370 تا ولی رنک 6 اینا، این قسمت 6 نفر میبینید 1387 داره، من 54 ام تو این لیگ 2. لیگ بالاتر من قرار بگیرم دیگه از 1400 به بالا، الان 1294 تا رنک پوینتمه، یعنی امتیاز رنکینه. خب حالا اینا رو فقط نشون میدم تو بازی خودتون متوجه میشید. شاید یه سری آیتما مثل ورکشاپ واسهتون قفل باشه یا استور فروشگاهش واسهتون قفل باشه. شما ببینید سمت راست اینجا کوست داره که شبیه همون توپه که تیر زده توش، شما کوست رو بزنید یه سری تسکا داره، تسکاش هم ساده است. ساده است یعنی باید بازی کنید. چون این به قنچکن نیاز داره این بازی، ولی به تغییر آی پی زیاد حساس نیست. الان من 5 تا بازی رو بردم و ببین اون زیرش اینجا زده کلیم کنه 100 تا آر سی هم توکن داخل بازی، توکن بازار مالی این بازی میشه فیم که این بالا سمت راست طلایی رنگه توکن فیم 400 تا الان دارم ازش داخل بازار جهانی با فیم میاد، ولی داخل خود بازی آر سی هستش. این تیکت هم که آبی رنگ 37 دارم بچه‌ها، اینم هستش که لاگین میکنید یا جایزهایی که حالا لول اپ میکنید فلان میکنید خودش به صورت هفتگی به همه میده. شاید مثلا تو یک هفته شما چند تا بگیری، ولی 10 تا از اینا بهم داده که زده شما میتونی اکس اینفینیتی بگیری، سایبر کوینز بگیری و چیزای دیگه NFT مثلا باش خریداری کنی توی کیف پول رونین والت و میتونی مثلا ازش استفاده کنی. به من 10 تا الان فعلا داده توی همون 2 روز اول. بعد الان من کلیمو الان نمیدونم چون نمیگیره
این کلیم در واقع باید انجام بشه و بهم بده. حالا کار نداریم این چیزش هم انجام بشه. اینجا زده مثلا 100 تا فریم پوینت بگیری، اینجا کامپلت کل کوست های روز انجام بدی، زده که در یک روز کوست مثلا زده 3 تا کژوال وین انجام بدی، 3 تا اسپاین دیلی انجام بدی توی یه روز. حالا بهتون نشون میدم که رایگانه. توی اون قسمت لیگ هات شوت 3 تا برنده بشی، 400 تا رامبل کردیت میده که همین بالا سبز رنگه با نشانه آر طلایی که 9000 تا ازش دارن. بعد زده سینگل گیم زده 2 تا پوینت بگیری تک مسابقه، 2 تا پوینت توی تک مسابقه بگیری، یعنی توی یه مسابقه 2 برابر باشه پوینتت، یعنی مثلا حریف 10 تا گل زده تو 20 تا بزنی، همین حالتی. تو یک بازی الان از 10 تا مثلا 4 تاشو انجام دادم. بعد این زده 3 برابر باشه تعداد گلایی که تو بازی داشتی نسبت به تیم حریف، که اینجا من از 15 تا 10 تاشو گرفتم. اینجا زده که 20 توی لیگ مثلا 20 تا وین بگیری و برنده بشی 200 تا فیم بهت میده. من 10 تا الان برنده شدم، 10 تا دیگه بگیرم این 200 تا فیم که همین طلای رنگین بالا سمت راست هست اونه. و این چیزا رو این کوست اینه به زمان بازی میکنید انجام میشه و تیک میخوره. یه دیلی چک داره، شما الان واسه اولین بار ورود بکنید از روز اول اون دیلی ها رو بهت میده. مثل خیلی جالبه، مثل بازی و چیزای دیگه نیستش شما هر موقع لاگین کنی فقط اون روزو بهتون بده. الان سمت چپ میبینید 1500 تا رامبل کردی لاگین میکنی، 1500 تا بهتون همین سبز رنگا و پول داخلی توکن داخل بازی واسه خرج کردن درون بازی بهتون میده. 5 تا رافل تیکت بهم داده که واسه همین رونین ولت روز دوم من روز سوم اومدم ولی روز اول و دومو بهم داد، روز سومم گرفتم. الان روز چهارم شما حتی بیا روز 20 هم وارد چی روز قبلم بهتون میده. الان من کلیمو میزنم روز چهارم. خب این همین رامبل کردیت 100 تا بهم داد، خوبه. چون سری هر سری هرچی بده. این قسمت فرندم داره، شما میتونید داخل بازی به دوستانتون و به کسای دیگر رو ببین. الان این حالا من فرند اینجا ندارم، این کد حالا من داخل بازیه میتونم واسهتون بزنم. ببین الان اینجا ببین این قسمت میتونید مثلا انتخاب کنید تو این گروه باشی یا تو این گروه باشی. آره دیگه شما مثلا میتونید تو این گروه باشی یا تو اون گروه باشی. و البته این اسکوادها حالا من الان نمیتونم انتخاب کنم و اینجا دیگه فعلا الان ظاهرا نمیشه، ولی شما میتونید زیر مجموعه داشته باشی و نسبت به اون توی ببین اول دوم سوم تیمایی که الان مثلا 1000 نفر زیر مجموعه من بیان، الان یکی از 5 میلیون زیر مجموعه گرفت، 5 میلیون فیم گرفته، 1069 تا اینجا سمت چپ زده. کامیونیتی و گروهی که بیشترین چیزی که دارن ممبریتن 1069 نفره، 5 میلیون و 5 میلیون 880 هزار تا فیم بهشون داده. و یکی هست اینجا 78 تا گزینه سوم، یکی از 83 تا گزینه دوم و مقام چهارم پنجم کامیونیتی ها 13 نفر 41 نفر 43 نفر. اگر من بذارم و دوستان بیان ما توی گروه باشیم، یه کامیونیتی و یه گروه یه جامعه واسه خودمون ایرانی‌ها تشکیل بدیم، من کدو میذارم حتما بچه‌ها بیاین فرند زیر مجموعه هم دیگه باشیم. اینجوری نیست من بیشتر بگیرم. میبینید زده مثلا الان کامیونیتی که از 10ام 11ام 12ام مثلا 5% بیشتر فیم میگیرن و بوست میشن، یا مثلا هفتم گروه هفتم تا نهم الان مثلا این گروه نهم 11 نفر توشه، 14700 تا فیم با هم مثلا بازی کردن و اینا بردن و وین کردن، کوستا انجام شد و لاگین کردن، بازی زیاد انجام دادن. آره زیاد نه، منظور که بازی انجام دادن گرفتن اون 11 نفر با هم مجموعاً و 10% بیشتر هم بهشون داده شده فیم. این خیلی مهمه. الان این 5 گزینه اول این کامیونیتی که از 1000 خورده نفرن 5 میلیون 880 هزار فیم، خیلی انگلیس میشه، خیلی رقم بالایی بچه‌ها، خیلی رقم بالاییه. ما حتی اگه 10000 تا هم داشته باشیم، ببین گروه 12ام که 5 نفر کلا رفیقن و زیر مجموعه دارن 5700 تا فیم دارن که 5% بیشتر بهشون فیم داده میشه. و دیگه گروه 13ام 3 نفرن 1600 تا فیم دارن جمعاً 3 نفر. پس شما الان ما ایرانی‌ها با هم جمع بشیم و این کدمو بذارم با هم یه تیم تشکیل بدیم. البته کانال‌های دیگه هم هستن، امیدوارم اونم حمایت کنن، شما هم حمایت کنید، هر کی می‌بینه 50 نفر بشیم خیلی خوبه. به رتبه‌های
4 تا 4م 5م 6م اینا میشیم و تعداد خیلی زیادی میتونیم فیم بگیریم جمع کنیم بچه‌ها. این خیلی مهمه. بعد میتونیم با هم شرکت کنیم، مثلا با هم توی تلگرام یا توی جای دیگه حالا آنلاین با هم صحبت کنیم، گروه تشکیل بدیم، یه کامیونیتی قوی تشکیل بدیم، چون خیلی پرپتانسیله. حالا فعلا داره باز سرمایه جذب میکنه، اینقدر پرپتانسیله و خیلی جا داره بچه‌ها. خیلی میتونیم از این ایردراپ خیلی خوبی کسب کنیم اگر با هم متحد باشیم. از این طرف هم فیم بیشتری کسب می‌کنیم. من کدم حالا میذارم، بیاین زیر مجموعه همدیگه باشیم و هم تیمی باشیم. اینم از این قسمت هم که حالا بازی که پلی گفتم میزنید و ورود میکنید، کژوال انجام میدید و لیگ‌های دیگه واسهتون باز میشه. این استور شما وقتی اون کردیت داخل بازی که دارید که الان من این سبز رنگه الان 9594 تا دارم، این کیف اولی 100 تا دونه میگیره زده مید، یعنی چیز معمولی که بخواد بده. یه سری آیتم هستش که بازیکناتون ارتقا پیدا میکنه، مثلا قدرت شوکش، قدرت تموم کردن مثلا بازی، اینا رو میبینن مثبت 2 فینیش، یعنی 2 تا فینیش تو بالا. فینیش یعنی قدرت گلزنیش، قدرت حملهش رو بالاتر میبره. بعد زده مثبت 8 دیفنس، یعنی 8 تا دونه هم نمرش میره بالاتر، ارتقا پیدا میکنه بازیکن و به دفاعش اضافه میشه که مجموعاً 10 تا امتیاز و ارتقاء ویژگی‌های داخل بازی هر بازیکن میبره بالا. شیشه انتخاب می‌کنیم، این کیوب سمت راست رو می‌زنیم، میری رو بازیکن. رو هر بازیکنی که دوست داشته باشی کلیک می‌کنی، یعنی بازیکن سنتر وسطی این هست. من خب بهترین قبلا گرفتم چیزشو. ببین اینجا شکل یه گاویه که یه گلی دهنشو و زده سبز رنگ دورش و زده 40. اونی که ما الان بهت نشون دادیم 10 بود. این 40 سبز رنگ من کیف بالاتر حالا بهتون نشون میدم. این بیشتر ارتقا میداد، من و اینا انجام دادم. تو اینجا این لیست اون چیزایی که میگیری، ببین 10 که الان ما گرفتیم جدید اینه. خب این که یه نقطه قرمز هم دومی نقطه قرمز هم داره و میایم پایین‌تر می‌بینید بچه‌ها. حالا مثلا من 40 رو انتخاب کردم، یه دونم سی پوینتی، یعنی اندازه 30 امتیاز، نمره مثلا دفاع و شوت بازیکنمو بالاتر میبره. واسه هر بازیکن یه دونه از اینا میشه انتخاب کرد، نمیشه من انتخاب کرد. قورباغه که 20 امتیاز اضافه میشه بازیکن. حالا روش بخوایم بزنیم اینجا نشون میده، میگه که الان مثلا دفاعش 22 تا دونه میاد پایین، ولی مثلا 13 تا به فینیشش بیشتر میشه، قدرت گلزنیش، ویژنش، قدرت دید و پاس دادنش و قشنگ دیدن سبد و بازی و اینا، شوتینگش هم 7 تا اضافه میشه، ولی دفاعش خیلی میاد پایین. ولی خب من اون انتخاب کردم دیگه، گاوه که 40 خب بالاتر از قربان انتخاب کردم، انتخاب نمی‌کنم. سمت چپ این بازیکنم خب اینو ولی قربان انتخاب کردم. بعد از این سه تا بازیکن اصلی داریم، سه تا بازیکن ذخیره این پایین دارید که رو هر کدوم بزنی اینجا قدرت این که مثلا نسبت به این بازیکنی که داری تو بازی توی زمین و تیم اصلیته چقدر قوی‌تر یا ضعیف‌تر نشون میده. من دیگه دارم با ذکر جزئی یه دارم اسپشیال این پایین اینجا داریم که سمت چپ زده اتک، یعنی قدرت حمله، که این یه ویژگیه که مثلا بعد 4 5 تا امتیاز گرفتن و گل زدن یه توپ یا آتشی می‌خوای بشه که این انتخاب می‌کنی، یا اینکه می‌خوای این بال در بیاره به اون قدرت میرسی، با هر ضربه قدرتی که می‌زنی قشنگ بندازه تو سبد، حالت قدرتیشه. و قدرت دفاعش هم که سمت را دیفنس زده اونم زده، می‌تونی مثلا توپ‌های آتشی رو دریافت کنی، یعنی بپری مثلا آتشی توپو دریافت کنی و به صورت حالا قدرتی هم بری واسه حمله، یا اینکه یه سپر دفاعی شیلدی زده اینجا. الان فورس شیلد رو خودم انتخاب کردم، حالت سپر دایره شکلی دور تور من قرار میده، قدرتی انجام بشه، من کانفرمو میزنم. حالا توی بازی نمونهش رو واسهتون میذارم، ببین این شیلد دور تور قرار میده. حالا بریم این رامبل پس بچه‌ها، اینم وقتی میرید هر 9 تا بازی یه قسمت از مرحله رو رد می‌کنیم و بهمون همون فیمو میده، توکن خود بازی، و مثلا بهمون تیکت‌های رونین ولت رو میده، رونین رافل تیکت اسمشه، رونین رافل، که اینه. الان من مثلا این گرفتم، این الان بزنم روش 100 تا فیم داد، یه دونه هم این NFT حالا بهم داد، این عکسه اینجا زد کلیمت. حالا من یه چند تا دیگه بازی بکنم این تیکت هم بهم میده رافل، رونین رافل تیکتو، و همینجور به صورتی که ادامه میدم بازی میرم جلوتر. NFT های دیگه مثل عکس اینفینیتی، بازی عکس اینفینیتی دیده باشین شخصیتاشون اینجوری این شکله مثل عروسک، و 300 تا فیم میده. همینطور در ادامه میریم، یا مثلا این تریپ جدید بازیکن رو بهت میده، چیز جالب. بعد میخواید دوستی دعوت بکنید، اینوایت فرند رو میزنید، اینوایت فرند رو میزنید. مثلا همین تیم اولی که بهت گفتم 1069 نفر الان شد 1070 نفر، همین الانم یه نفر رو جذب کرد. باز از اینجا میتونید اینوایت کنید به دوستانتون. بریم حالا داخل بازی هم یه دست انجام بدیم، کژوالی که حالا من انجام دادم شما می دو تا انجام بدین، لیگ باز. حالا من میرم لیگ و تو لیگ 2 هستم، یه پلی میزنم. اینم به صورت ببین الان قدرت پاور تیم من سمت چپ 450 رو بری 583. یه قلقی داره، اون قلقه اینه که موقع شوت کردن شما فشار میدید، مثلا میخوای انیمیشن نبینید یه دونه اینجا بزنید روش تموم شد. این بازی میپری یه دونه میزنید. خب من شوت میگرفت با دفاع کردن یه قسمت گزینه داره به نام دیفنس. الان من شوت تمام میدونم من ازش گرفتم
میپرم فیزیک این نگه داشتم یه گزینه پایین اومد خطی این قدرت شوت منه ببین الان میگم میزنم پر نداشت میزنم گل زد یه پاس ببینید شیلدش رفت شیلد زد دیدین جلوی تورش میتونید بزنید عقب دوباره این نگوجه چلی کردم یعنی توپ انداختم خیلی دور بعد بیام قسمت زمین حریف و از اونجا پرتاب کنم این پشت محوطه سنتراژی میشه من خیلی اکثر موقع سنتراژی پرتاب میکنم قدرتش رو باید جوری نگه دارید بچه‌ها که چجوری بشه قدرتش رو باید جوری نگه دارید که به اون گزینه سبز رنگی محدوده سبز رنگی برسه یا رو خود محدوده سبز رنگ برسه نگاه کنید داشتم قدرتش رو وقتی زدم میخوای بازیکنی که سویچ بشه روش بره دنبالش همون که شوته میشه سمت راست بالا اولین دکمه وقتی میخواید دفاع کنید زدید سویچ دیفنس اسپیشال وقتی میخواید حمله کنید خب این اول تمام شد سرینا رفتم گرفتم این بچه‌ها نگه داشتم دقیق نتونستم بزنم بازیکن کنارم بود خوردم کنارش دفاع کرد حالا میخواید شما دفاع کنید دیفنس رو میزنید وقتی توپ دست شما ولی توپ دست خودتونه ببین الان من این گزینه پاس رو میزنم مثلا پاس بدم نشد حالا الان پاسو شد این دفاع کردم این سرجی شوت کردم رفت قسمت سر این قله داشته باشه از هر جا شوت کنه هر جا که نه تو زمین شوت کنید گل میشه هر چقدرم که نسبت به تیم حریف شما ضعیف باشید زیادم توپو حمل کنید بچه‌ها درست حالا یه ذره قوی هستید پیدا میکنه بازیکناتون رو میگید این کیفه بود گرفتم مثلا و گفتم آیتم و اینا رو میده این الان دفاع کردم زدم من توپو گرفتم ازش این الان هم تونتون اون زمانی که توپ دستمه گزینه پاسو میزنم زمانی که توپ دست حریفه همون دکمه پاسو میزنم تا دست میگیره من جلوش نبودم بازیکنم جلوش اون چیزی که زرد رنگی دورش یعنی منم این حالا من جلو هم زیاد تمرکز آمدم پریدم الان گرفتم بچه‌ها گلش زد دو امتیازش و آخرام بردم 20 16 ببین الان لیگ آب کردم من لیگ 2 رفتم لیگ 3 در واقع 4 تا لیگ ولی اسم لیگ 3 چون لیگ اول نوبه بعدش نوب نمیشه لیگ 1 لیگ 2 الان لیگ 3 ببین 400 تا فیم داد 1000 تا کردیت داخل بازی رو بهم داد الان زده 1418 آر پی حالا بریم تو لیدربورد نگاه کنیم البته من همین الان که زدم میتونستم تری اگین بازی رو بزنم که بازی بعدی رو از همونجا مستقیم برم ولی زدم که به شما بخوام نشون بدم این لیدربورد رو بزنیم ببین تو این لیگ الان من تو این لیگی که لول آپ کردم 454 لیگ منه و نسبت به رنک فیمی تعداد فیمی که توکن فیمی که گرفتم 1402 هم تو کل بازیکنان لیگایی که وجود داره تعدادشون زیاده بچه‌ها کم نیست حالا اینجا 50 تا بیشتر نشون نمیده 50 نفر اول ولی من 1402 نفرم و به زودی هم بالاترین رده هم خواهم رفت خب الان من 455 ام تو این لیگ نسبت به تعداد بردم و امتیاز رنکینگ 1418 امتیاز رنک هم نفر اول 2199 نفر اول یه هولوش تقریبا 700 800 امتیاز از من بالاتر خب این از اول رو همین سیزن دوم شروع کرد و زیادتر مسابقه داده برنده شده چون 17 تا برد داشته من از 11 تا بازی تو لیگ ها 11 تا هم برد داشتم باختی نداشتم بعد یه چیزی واسه من جالبه بچه‌ها نفر سوم وین استریکش صفره ولی 2199 تا چیز داره اینجا ببین تو رتبه بندی پاور قدرت تیمش هم 370 من 450 یعنی نفر اول الان از من 5 تا پاورش هم پایین‌تره می‌بینید قلقیه ولی مثلا نفر هفتم 510 امتیازه 510 تا پاورش ولی مثلا هفتم ببین الان نفر اول و نفر اول دوم سوم امتیاز یکی ولی چون برده نفر اول بیشتر بوده اونو گذاشتن مثل المپیک هرچی طلا تو 400,000 تا حالا نقره بیاد ولی یه دونه طلا یکی از شما بیشتر داشته باشه اون نفر کشور دوم توی المپیک اینجوریه 400 تا نقره 400 تا برنز داشته باشی طلا نداشته باشی رنکت از اونی که کشوری که حتی هیچ مدالی نداره جز یک عدد مدال طلا از تو بالاتر می‌بینی اینجا هم شامل و این بود بچه‌ها بازی اینم که حالا سمت راست بالا میتونی صدا رو کم و زیاد کنی رو این چرخ دنده بزنی این ستاپ هم یه دونه چیز بود یادم رفت بهتون میگم ستاپ حالا بازیکن‌ها رو میتونید روش اینجا کلیک کنید و ببین اینجا گزینه روی این پلی استایلز میزنم که اینا میادش این آیتمایی که دارن بازیکن‌ها میتونن ارتقا بدن ببین اینا که توسی رنگه و سفید رنگه خب قدرت کمتری بازیکن میده اونا که آبی رنگه دورش باز قدرتش یه ذره بیشتره و اونا که سبز رنگه مثل این گاوی که دورش سبز رنگ بزنه مثل این
الان آیتم، الان من روی این بزنم یعنی پاک شد، شبیه عکس دسته و روش میخوام بزنم انتخاب کنم. الان که خب روی این بازیکن هستم، همین سبز رو میزنم روش انتخاب میکنم، دست رو میزنم. گرفتی؟ این دسته هست، میام رو این گاو سبز رنگی میزنم، ببین 22 تا رو دفاع تاثیر گذاشت و ویژیون هم که 10 تا اضافه کرد و میزنم به همون گزینه دست اون میاد. سمت راست هم همینطور. ببین الان من اینو میزنم خالی میشه. این عقابه بود که 30 تا امتیاز به پاور بازیکنم چیز میکنه. رو این عقابه میزنم، اینجوری سبز رنگ همیشه دیده میشه. الان مثلا دفاعمون 9 تا اضافه کرد، قدرت شوت پرتاب کردنم 7 تا اضافه کرد، 14 تا به نگاه و تیزهوشی و زبر رنگیش هم حالتیه اضافه کرد، قدرتش هست. ببین روی این انتخاب میکنم، رو عقاب میزنم اینجوری میشه و رو شبیه دسته میزنم انتخاب میشه. این آخرم اپلای میزنیم تمام. بعد یه قسمتی داره، ببین کنگز ها شما 3 تا بازیکن ذخیره هم دارین میتونید انتخاب کنید، ولی خب تا حالا عوض نکردم، من ارتقا دادم بازیکن اوکی. مثلا قسمت اسپیشیال شما وقتی که میرید اینجا هر 100 تایی که یه دونه کیف بهتون میده باز میشه. الان من میزنم، قبل از این ویدیو بگیرم 10 تا گرفتم، 2 تام که الان زدم. ببین اینجا صد میت 20%. یه ذره ویدیو بدن عقب میفهم. اون یعنی اینکه یه کارت عادی بهت بده مثلا 20% احتمال داره اونو بهت بده، 80%ش احتمال داره مثل همین یه کارت خیلی معمولیه که کلا 3 تا شوت انداختن و با 7 تا قدرت گل زدن رو میبره بالا که جمع میشه 10 تا امتیاز، 10 تا پاور میره بالاتر و این یه چیز معمولیه. ولی یه چیز به قولی این زده میت یعنی یه چیز معمولی. بعد حالا چجوری بریم کیف دومو بگیریم؟ الان زده 40 تا از این مکعب آبیا میخواد یا این مثلا 200 تا این مکعب، اینو چیکار کنیم؟ ما میایم میریم تو این قسمت ستاپ چیز ببخشید میگم ستاپ، ما چون کیفو وا کردیم یه سری آیتما داد که حالا اون که نیاز داریم رو بازیکن‌ها میریم ست می‌کنیم میذاریم و چیزایی که اضافه مونده داشتیم. اضافه مون یعنی چی؟ ستاپ میذارم دورتون نشون بدم. الان اینها ببین، این حالا مثلا بازیکن انتخاب کردم، خب من یه دونه از اینا هر کدوم 3 تا بازیکن دارم، 3 تا اینا رو گذاشتم روش، بقیه‌اش اضافیه. اضافی رو چیکار می‌کنم؟ میام میام بیرون، میریم توی ورکشاپ سمت چپ اینجا و این سلکت آلو میزنم و این ریسیل رو میزنم که زده 420 تا بهترین مکعبیا میده و 144 تا کردیت بهت میده. کانفرم قبول داری؟ میگم بله. قبول میزنم. این 420 تا الان به من مکعب داد. این مکعبه که بهم داد، حالا میام بیرون، میرم حالا توی استور. بعد کردیتتون هم بچه‌ها الان دومی رو بخوام زدم بالر بگ، اولی استارتر بگ بود که 100 تا دونه کردیت میگیره، دومی 320 تا کردیت این سبز رنگه میگیره سمت راست بالا، هم 10590 تا داد. بابت هر یه دونش 320 تا میگیره و به اضافه 40 تا این مکعبا. ببینید من یه بار میزنم روش انتخاب کنیم. ببین زده 10% احتمال داره یه چیزی تاپ بگیری و دیگه بین یه چیزی معمولی و یه چیزی متوسط و معمولی علامت سوال زده. این دو تا علامت سوال یعنی مثلا یه 10% که حالا مثلا تاپ ترین چیزو بهت میده، 2 تا علامت سوال زده احتمال بیشتر اینه که مثلا اون یه چیزی متوسط بده و احتمال خیلی نسبتا کمتری هم بخوام تقسیم بندی کنیم مثلا 100% الان 10% اولی تاپ و بالاترین و قوی ترین کارتی که میخواد بده شما هیچ فرض کن میمونه چقدر 10 تا رو کم کنید 10% میشه 90%. 90% رو شما باید 50%ش میت فرض بکنید، 40% رو لو، یعنی این چیز معمولی که یه دونه علامت سوال، این سفید رنگ علامت سوال لو، سبز رنگ میت، 2 تا علامت سوال، یعنی اولش شما 50% لیست معمولی بگید، 10% چیز تاپی بگید. من حالا انتخاب کردم که اوپنش کنه، بازش کنه، ببینیم چی بهمون میده. خب این تقریبا یه چیز بین متوسط و معمولی بده. 27 تا پاور کلا اضافه میکنه به بازیکن، 5 تا پاور به دفاعش اضافه میکنه، 14 تا به فینیشش، 8 تا به شوتش. اینا زیاد چیزا. یه دونه از 1000 تا کم میکنه و 200 تا مکعب میگیره. اینم واسه ویدیو میزنم. اینجا زده 10% پک فیم بهت میده، 5% تاپ ترینو میده و بقیه‌اش دیگه معمولی بهت میده. سبز رنگا رو دیگه درصدش نزد، ولی دیگه چیز پایین لو نداره. این دیگه خیلی چیز بعد خفنی بهمون بده، احتمال داره فیم بده، تعداد خوبی بده، احتمال داره کارت حتما قوی بده. ببین فیم داد، 300 تا فیم داد، این خوبه. هر چی فیم ببین ما میخوایم آخر فیمای زیادی داشته باشیم. الان فرض کن ما تیم بودیم، مثلا کد رفرال من بود 50 تا 100 تا 20 تا 30 تا هر چی بودیم، همینجوری با هم میومدیم و من خودم مشاوره میدادم، یه تیم قوی میرفتیم جلو، یه 10-20% هم فیم بیشتری بهمون میداد و اونجا خیلی قدرتمون بالاتر میبرد، امتیازات بیشتر میداد، کردیت بیشتری میداد و این بود دیگه. بازی هم که دیدین طول کشید، عذرخواهی میکنم. ممنون که تا اینجا با من بودید. ان شاء الله که هر جا هستین بچه‌ها سابسکرایب یادتون نره، خواهش میکنم ساب کنید و لطف کنید لایک هم بکنید، اگه سوال چیزی هم بود انجام بدید، حمایت کنید. دمتون گرم، دوستتون دارم. یا علی خدایا.